رؤیت یا مشاهده یا دیدن خالق در دنیا ممکن نیست برای هیچ کس. برای هیچ کسی ممکن نیست. چرا؟ آیت صریح قرآن است که الله سبحانه و تعالی برای موسی علیه السلام گفت که لن ترانی، تو ولو که پیغمبر اولوالعزم هستی، ولو که بالای تو کتاب آسمانی نازل شده، تو مرا دیده نمیتونی. اکثرا همی فالبینا و تاویزگرا و جادوگرا را که شما ببینید، عیسی باز میگه که والا یک کسی آمد برای ما گفت بخی، یک کسی آمد مرا گفت بخی، به نظر از این که دیگه من خدا را دیدم. اگر این علمیت می داشت برش می گفت که لن ترانی. الله وقتی که بر موسی علیه السلام گفت که مرا دیدن نمیتونی، پس من خود رتبه‌ام از موسی علیه السلام که بسیار پایین است، من هرگز الله را دیدن نمیتونم. ولکن انظر الی الجبل، برای موسی علیه السلام گفت خیسه کو به طرف کو، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر امی کو توان داشت که مرا ببینه، باز تو میتونی مرا ببینی. وقتی که موسی علیه السلام به طرف کو سیل کرد که الله سبحانه و تعالی یک نور را به طرف کو، وقتی که کو چه شد؟ کو تکت تکه شد. از این خاطر این قاعده اعتقادی است که ما الله سبحانه و تعالی را در دنیا و آخرت درک کردن نمیتونیم و در دنیا دیدن نمیتونیم.